حبیب الله استخار فرمودند حکم فروش دخانیات و مواد نادرست چیست؟ مسئله سیگریت و امثال آن عزیز دل، از دید فقهای امت اسلامی با اختلاف دیدگاه هایی که دیده می شود، قول فصل و فیصل این است که استفاده از سیگریت و امثال آن مکروه تحریمی است، مکروه است. هنگامی که با تحقیقی که ابن عابدین و شیخ بزرگوارش انجام داده اند، یک جمله از میان گرفته می شود که هنگامی که از لحاظ طبابت به بدن مضر تمام شود، آنگاه باز گپش خراب است که مکروه تحریمی است. گرچه اینها خود سه نظریه است، یک نظریه حرام قطعی گفتند، یک نظریه مباح گفتند، یک نظریه هم مکروه، مگر من جان موضوع را به آدرس این برنامه به شما رساندم که مکروه تحریمی است، مخصوصاً آن جا که به ضرر بدن بوده باشد. انگامی که استعمالش مکروه شد، فروشش نیز مکروه می شود. با در نظر داشت قواعد اقتصاد اسلامی و فقهای گرانمایه، از آدرس سیگریت و امثال آن سرمایه جمع نکنید عزیزان دل.